با سپارش رهبری شهر خوجند قوطی‌های پرتو نقطه پرتو در شهر مرحله به مرحله تجدید کرده می‌شوند. این اقدام از جانب کارخانه واحد دولتی کمونالی خدمت‌رسانی نقلیات سانیتری شهر خوجند که مؤسسه کمونالی شهر به حساب رفته و برای برداشتن، کشاندن و گراندن پرتوهای سخت معیشتی شهر مسئول است عملی کرده می‌شود. حرکت در یک قطار کوچه‌های شهر خوجند در موضع‌های پرتوگذاری قوطی‌ها نو کرده شدند. امروز ما تصمیم گرفتیم که پرتوهای حدود شهر تستر برداشته شده و آن قوطی‌هایی که برای خدمت‌رسانی گذاشته شدند فرسوده گشتند. قوطی‌ها را گرفته به جای آن قوطی‌های نو جهازانیده ایستاده‌ایم. باید قید نمود که در شهر خوجند 175 عدد نقطه پرتو با 780 عدد قوطی‌ها موجود بوده. هم‌روزه از جانب کارخانه واحد دولتی کمونالی خدمت‌رسانی نقلیات سانیتری شهر خوجند پرتوها گرفته می‌شوند. همزمان طبق رجه مخصوص این موضع‌ها بی‌ضرر گردانده می‌شوند. از طرف کارگاه بعد از برداشتن پرتوها برای بی‌ضرر گردانیدن گرد و اطراف قوطی‌هایی که گذاشته شده‌اند و نقطه پرتوها در یک هفته 2 مرتبه بی‌ضرر گردانیدن ایستاده‌ایم. کارخانه واحد دولتی کمونالی خدمت‌رسانی نقلیات سانیتری شهر خوجند رجه کاری خود را در 3 بخش برآورده مانده از حدود شهر پرتوها را با پرتوگاه شهر خوجند می‌کشانند. در کارخانه 175 نفر فعالیت داشته، 31 عدد نقلیات‌های پرتوکشان هم‌روزه در 3 بخش فعالیت پرثمر داشته پرتوها را سری وقت از جای‌های معین شده می‌گیرند. باید قید نمود که با وجود مشکلات پیش آمده کارخانه واحد دولتی کمونالی خدمت‌رسانی نقلیات سانیتری شهر خوجند هم‌روزه در خدمت شهروندان و اداره و تشکیلات‌های شهر قرار داشته در سمت تازه و آزاده و آراسته نگاه داشتن شهر باستانی خوجند از تمام وسیله‌ها استفاده می‌نمایند. از این لحاظ از شهروندان احترامانه خواهش می‌نماییم که مدنیت بلند شهرداری را رعایت نموده پرتوهای خویش را در جاهای مقرر شده در وقت پیش‌بینی گردیده برآورند. ما همگان در تازگی شهر و محیط خرمی آن حصه‌گذاری نموده در یکجایگی شهرمان را آباد و تازه نماییم.